با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیزم. من دکتر سمیرا میرزاپور هستم، پریودونتیست، و در این ویدیو میخوایم که پروتکل جراحی قرار دادن ایمپلنت دندانی رو با همدیگه بررسی بکنیم. در واقع میخوایم ببینیم که در دانسیتوهای مختلف استخوان در شرایط مختلف به ترتیب باید از چه دریل هایی موقع آماده سازی ناحیه ایمپلنت استفاده بکنیم تا ایمپلنتمون در عین اینکه به یک ثبات اولیه مناسب میرسه استخوانمون رو هم اوورهیت نکرده باشیم، یعنی استخوانمون داغ نشه تا بعداً دچار نکروز نشه و در واقع بتونیم که یک ایمپلنت مناسبی رو داشته باشیم، به یه اوستو اینتگریشن یا جوش خوردن مناسب به استخوان اطرافش برسه. مسئله اول فلپ دیزاین هست. آیا ما قرار هست که یک فلپ فول تیکنس الیویت بکنیم یا نه قرار جراحی رو به صورت فلپ لس انجام بدیم؟ اکثرا ما ترجیح میدیم که یک فلپ فول تیکنس رو موقع جراحی الیویت بکنیم تا دید کافی رو به استخوان ناحیه داشته باشیم و خیلی موارد هم لازم میشه که ما یک جی بی آر هم همزمان با ایمپلنت انجام بدیم. ولی در موارد خیلی خاصی وقتی که عرض استخوان خیلی عالی هست، هیچ گونه آندرکات استخوانی وجود نداره، ضخامت بافت کراتینیز عالی هست، میتونیم که جراحی رو به صورت فلپلس هم انجام بدیم. مسئله بعدی نوع سرجیکال اپروچی هست که ما قراره استفاده بکنیم. آیا ما جراحی رو قراره به صورت فری هند انجام بدیم، یعنی بدون هیچ گونه گاید، یا اصطلاحاً بهش میگم برین گایدد، یعنی با ذهنمون قراره جراحی رو انجام بدیم، و یا اینکه نه، جراحی ما قراره کاملا گایدد باشه توسط یک گاید یا تمپلیتی که از قبل اون رو باید ساخته باشیم و آماده کرده باشیم. گاید های ما هم به انواع مختلفی تقسیم میشن. گاید ما ممکنه بون ساپورتد باشه که به این منظور اول باید فلپ رو الیویت بکنیم و بعد گاید رو روی استخوان فیکس بکنیم، یا اینکه گاید ما ممکنه تیشو ساپورتد باشه که توی جراحی های فلپ لس در افراد کاملا بیدندان معمولا استفاده میشه که گاید روی بافت نرم تکیه میکنه، و یا اینکه دقیق ترین نوع گاید رو میتونیم استفاده بکنیم در افرادی که کاملا بیدندان نیستن و میتونیم از دندانهای موجودشون استفاده بکنیم برای تکیه دادن گاید بهشون، که در این موارد میگیم تو ساپورتد هست گاید ما. همچنین گاید ما بستگی داره که موقع جراحی چقدر قرار ازش استفاده بکنیم. گاید ما ممکنه که پایلوت تمپلیت باشه که شما فقط میایین با دریل پایلوت از داخل گاید دریلینگ رو انجام میدین، در واقع اپیسنتر ایمپلنتتون رو یا ایمپلنت هاتون رو مشخص میکنین و بعدش بقیه مراحل رو دوباره فری هند انجام میدید که یک گاید آسونی هست درست کردنش، ولی میتونه که به جراح توی افراد کاملا بیدندان کمک بکنه تا در موقعیت‌های دندانی مناسب ایمپلنتاش رو قرار بده. یا اینکه گاید ما ممکنه که یونیورسال تمپلیت باشه که در واقع شما همه دریل هاتون رو از طریق گاید انجام میدیم به جز دریل نهایی و ایمپلنت که این رو به صورت فری هند انجام میدین. گاید های یونیورسال یه حالت کلی دارن دیگه، اون گایدی رو که برای شما اون شرکت داره میسازه براش خیلی مهم نیست سیستم ایمپلنت شما، یه چیز کلی هست و بعد شما گاید رو خارج میکنین، اون دریل نهایی و ایمپلنتتون رو قرار میدین. و یا اینکه ممکنه فولی گایدد تمپلیت باشه که باید شرکت دقیقاً بدونه که سیستم شما به چه صورتی هست تا میلیمتری تا آخرین دریل و خود قرار دادن ایمپلنت هم حتی با گاید انجام میشه. یه سری سیستم های نویگیشنال هم هستن شبیه جی پی اس که به صورت ریل تایم شما میتونید ببینید که دارین دریلتون رو در چه جهتی وارد میکنین، که زیاد محبوبیت پیدا نکردن در دنیای دندان پزشکی، ولی ممکنه که در آینده دوباره از این سیستم استفاده بشه. حالا شاید توی موارد خاصی مثل ایمپلنت های زایگوماتیک بتونه که این سیستم های نویگیشنال هم مفید باشن. استفاده از گاید یه سری پروتکل های خاص خودشو داره که من توی این ویدیو خیلی واردش نمیشم. توی این ویدیو بیشتر اون مسائل کلی رو قراره بررسی بکنیم. وقتی که شما با گاید کار میکنید دریل هاتون معمولا بلندتر هست، باید یک خنکسازی بهتری رو داشته باشین چون گاید ممکنه که مانع رسیدن اون خنک کنندتون به ناحیه بشه و استخوانتون داغ بشه.
اما جدا از این مسائل، وقتی که یک نفر میخواد ایمپلنت رو قرار بده در داخل استخوان، باید با فلسفه دانسیته استخوان آشنا باشه، چرا که در دانسیته های مختلف استخوان اینکه شما از چه دریل هایی به چه ترتیبی استفاده میکنید خیلی اهمیت پیدا میکنه. مثلا اگر شما در استخوانی که خیلی دنس هست، خیلی در واقع مستحکم هست، بیاین دریل های کمی رو استفاده بکنیم، ممکنه ایمپلنتتون گیر بکنه، داخل نشه، یا اینکه به زور وارد بشه، یک نکروز فشاری یا نکروز حرارتی در ناحیه ایجاد بشه. در استخوان‌هایی که خیلی نرم هستن مثل D4 هم اگر شما خیلی دریل بکنید، ایمپلنتتون اون ثبات اولیه یا پرایمری استابیلیتیشو از دست میده و در این حالت مسلماً اوستئوینتگره نخواهد شد و یک بافت نرمی اون رو احاطه میکنه و ایمپلنتتون فیل میشه. و در واقع هنر جراح این هست که بتونه که در دانسیته های مختلف استخوان دریلینگش رو تنظیم بکنه. خب استخوان بر اساس طبقه بندی میش تقسیم میشه به 4 یا 5 دانسیته. استخوان دیوان یک استخوان دنس کورتیکال هست که معمولا در نواحی قدام مندیبل دیده میشه. استخوان D2 یک استخوانی هست که باز یک دیواره کورتیکال ضخیم داره و استخوان ترابکولار یا اسفنجی هم که داخلش وجود داره دنس هست، یعنی فضاهای مغز استخوان شما کوچیک هستند. استخوان D3 دیواره کورتیکال داره ولی نازک‌تر هست و اون استخوان ترابکولارش هم دانسیته کمی رو داره، یعنی فضاهای مغز استخوانتون بزرگتر هستند. و استخوان D4 که معمولا در نواحی خلفی ماکسیلا دیده میشه کاملا سافت هست، ممکنه که شما اصلا هیچ دیواره کورتیکالی رو نداشته باشین و کل استخوان یا تقریبا کل استخوان فضای استخوان اسفنجی یا ترابکولار باشه. استخوان D1 از نظر دانسیته تشبیه میشه به چوب اوک یا میپل، چوب بلوط یا افرا. استخوان D2 تشبیه میشه به صنوبر یا کاج سفید. استخوان D3 شبیه چوب بالسا هست و استخوان D4 رو به استایروفوم تشبیه میکنه. یا استخوان D5 هم داریم که بعد از اینکه ما در یک ناحیه سینوس لیفت میکنیم یا بون گرافت انجام میدیم، در اون مراحل اولیه استخوان ما D5 هست، هرچند به مرور زمان با هیلینگ D5 میتونه به D4 یا حتی D3 تبدیل بشه، ولی تو اون مراحل اولیه D5 هست که اوستئوئید هست، یعنی استخوانی که هنوز اون لاملاها و اون شکلگیری رو نداره و از نظر حس لامس هم تشبیه میشه به یک استایروفوم خیلی نرم. استخوان دیوان رو ما اکثرا در قدام مندیبل میبینیم. استخوان D2 در فک پایین و در قدام فک بالا دیده میشه. استخوان D3 در فک بالا و در مندیبل هم اگر دیده بشه در خلف مندیبل خواهد بود. استخوان D4 رو ما در فک بالا داریم و استخوان D5 هم همونطور که گفتیم بون گرافتی که کاملا مینرالیزه نشده. استخوان دیوان 92% موارد در قدام مندیبل دیده میشه و استخوان D2 هم باز بیشتر در قدام مندیبل دیده میشه، هرچند قدام مندیبل اکثرا از نوع استخوان D2 هست مگر مواردی که خیلی تحلیل رفته باشه و ما در واقع به اون استخوان بازال رسیده باشیم که دیوان میشه. استخوان D3 هم بیشتر در قدام ماکسیلا دیده میشه و D4 بیشتر در خلف ماکسیلا مشاهده میشه. ولی قبل از اینکه ما بخوایم موقع جراحی بر اساس حس تکتایلمون استخوان رو تشخیص بدیم، میتونیم قبل از جراحی از CBCT مون هم کمک بگیریم بر اساس مقادیر هانسفیلد یونیت. البته هانسفیلد یونیت بیشتر بر اساس CT اسکن هست، یعنی بر اساس مدیکال CT و توی CBCT یه مقدار دقتش کمتر هست، ولی باز از هیچی بهتره، میتونه به شما یک دید کلی رو از تراکم استخوان بده که اگر مقادیر این عدد بیشتر از 1250 باشه استخوان دیوان علامت زده میشه توسط نرم افزار، 850 تا 1250 D2، 350 تا 850 D3 و کمتر از 350 D4 که همونطور که در این تصویر هم میبینید یک استخوانی هست که عملاً کلاً داخلش فضاهای مغز استخوان هست. اما برگردیم به پروسه جراحیمون. خب اولین کاری که شما موقع جراحی بعد از الیویت کردن فلپ انجام میدید
استفاده از دریل پایلوت هست، یا اینکه ممکنه در بعضی سیستم‌ها از یک فرز روند در ابتدا استفاده بشه. در بعضی سیستم‌ها به دریل پایلوت لنس دریل هم گفته میشه. یه دریل نوک‌تیز نازکی هست با قطر 1.5 تا 2 میلیمتر که اند کاتینگ هستند، یعنی بیشتر شما قراره از نوک دریلتون استفاده بکنید و با اون علامت زدن اولیه اپیسنتر ایمپلنت رو انجام میدید. بهتره که این دریل رو تا عمق کامل وارد نکنید. مثلا اگر من میخوام که یک ایمپلنت 10 میلیمتری قرار بدم، دریل پایلوتم رو 6-7 میلیمتر بهتره که وارد ناحیه بکنم تا اگر که انگولیشن من اشتباه بود بتونم این رو با دریل های بعدیم اصلاح بکنم، که در این موارد میایم از دریل لیندمن برای اصلاح انگولیشن یا زاویه استفاده میکنیم. دریل پایلوت خیلی اهمیت داره به نظر من. یعنی اگر شما دریل پایلوتتون رو در جهت درست هم از نظر باکولینگوالی هم از نظر مزیودیستالی وارد بکنید، دریل های بعدیتون خیلی راحت تر خواهد بود، چون سر میخوره توی مسیری که دریل پایلوت ایجاد کرده. ولی اگر دریل پایلوت اشتباه وارد بشه، معمولا اصلاح کردنش با دریل های بعدی یک مقدار کار ما رو سخت تر میکنه. ممکنه پرایمری استابیلیتی ایمپلنت شما رو کم بکنه و یا هر سری باید دقت بکنید که توی مسیر درست وارد بشید. بنابراین بهتر است که دریل پایلوت رو تا عمق کامل وارد نکنید و برای افراد مبتدی هم توصیه میشه که بعد از وارد کردن دریل پایلوت بیان و یک رادیوگرافی رو تهیه بکنن تا مطمئن بشن از جهتگیری در واقع دریلشون. و یا میتونیم از پارالل پین ها به این منظور استفاده بکنیم که این رو چک میکنیم فاصله با دندان های مجاور تا نقاط حیاتی مثل عصب سینوس. حالا پوزیشن باکولینگوالی رو باید دیگه داخل دهان چک بکنیم، چون توی رادیوگرافی دو بعدیمون مشخص نمیشه. و هم از نظر پروتزی هم شما پارالل پین رو قرار میدید تا ببینید که این اپیسنتر ایمپلنت شما با دندان فک مقابل چه رابطه ای رو داره برقرار میکنه. پس این قدم اول خیلی اهمیت داره. بعدش میایم از تویست دریل هامون استفاده میکنیم. اصطلاحاً به دریل های بعدی که ما استفاده میکنیم تویست دریل گفته میشه که از قطرهای 2.5 میلیمتر شروع میشن تا قطرهای بالاتر، بسته به اینکه شما چه قطر ایمپلنتی رو میخواید قرار بدید از اینها استفاده میکنید و به مرور این قطر ناحیه رو زیاد میکنید. حالا اگر که اون وریفیکیشن ما درست بود میتونیم که این دریل دوممون رو تا عمق نهاییمون وارد بکنیم. در رابطه با عمق دریل ها هم بهتره که به یک مسئله به نام وای فاکتور توجه بکنیم. هر چقدر که قطر دریل های ما بیشتر میشه، اون نوکشون که حالت تیز داره رو هم باید توی ارتفاعشون در نظر بگیریم. مثلا ممکنه دریل 10 میلیمتری شما 10.5 میلیمتر باشه طولش، که اینا در نواحی که ما نزدیک سینوس نزدیک عصب هستیم خیلی مهمه. مثلا شما شاید فکر بکنید که 2 میلیمتر فاصله رو تا عصب آلوولار تحتانی دارین، در حالی که این دریل ها تو مخزن هر چقدر قطرش زیاد میشه اون ارتفاعش از چیزی که روش نوشته بیشتر میشه و ممکنه ناخودآگاه شما ندانسته خیلی نزدیک عصب بشین. پس همیشه در نظر بگیرید که طول دریل مخزن هر چقدر قطرش زیادتر میشه، طول واقعیش از اون طولی که روش نوشتن بیشتره. بعد از اون میرسیم به فاینال شیپینگ دریل هامون یا فاینال دریلمون. حالا توی بعضی موارد که الان در ادامه توضیح خواهم داد ممکنه فاینال دریل رو ما استفاده نکنیم. سیستم‌های ایمپلنتی مختلف خودشون جوری تنظیم کردن که شما فاینال دریلتون ارزش از قطر نهایی ایمپلنتتون حدود 1 میلیمتر کمتر باشه تا ایمپلنتتون اون استابیلیتی رو داشته باشه. مثلا میگم قطر ایمپلنت 4 فاینال دریلش 3.2 میلیمتر هست، ولی ممکنه در سیستم های مختلف این حالت تفاوت پیدا بکنه که این رو توضیح میدم در دانسیته های مختلف اصلاح ما چه مانورهایی رو باید بدیم. بعد از این میرسیم به 2 تا دریل دیگه که یکیش دریل کرست ماجول هست، یکیش بون تپ. دریل کرست ماجول که بهش دریل کانترسینک یا دریل کرستال یا کورتیکال هم گفته میشه، یه دریل هست که
یک مقدار قطوره ولی ارتفاع نداره. شما فقط باهاش میخواین که ناحیه کورتیکال رو گشاد بکنید برای اینکه ایمپلنت ما بتونه که راحت تر قرار بگیره بدون اینکه خیلی گیر داشته باشه به استخوان کورتیکال. این رو ما توی استخوانی استفاده میکنیم که خیلی دنس هست، ولی اگر دانسیتی استخوانمون کم باشه ما این دریل کورتیکال رو استفاده نمی کنیم، چون در استخوانی که نرم هست ایمپلنت ما قراره ثبات اولیه‌اش رو از همون استخوان کورتیکال بگیره و اگر من اون استخوان کورتیکال رو با دریلم تراش بدم ممکنه جراحیم خیلی سخت بشه، ایمپلنتم شکست بخوره. ولی وقتی که استخوان من خیلی دنسه، معمولا در فک پایین، اگر که دریل کورتیکالم رو استفاده نکنم ممکنه که ایمپلنت من وارد نشه در داخل حفره، گیر بکنه یا لازم باشه خیلی با فشار زیادی واردش بکنم که این هم باعث نکروز فشاری بشه بعدن. دریل کورتیکال یا کرست ماجول رو ما با یه سرعت کمتری استفاده میکنیم. مثلا اگر دریلینگ معمولیم با سرعت 1000 1500 2000 باشه، دریل کانترسینک یا کورتیکال هم با سرعت‌های 650 700 این حدودها استفاده میشه. هرچند برای هر سیستم ایمپلنتی فرق میکنه. حتما باید کاتالوگ سیستمی که داریم باهاش کار میکنین رو مطالعه بکنین. و بعدش هم بونتپ رو داریم. بونتپ هم موارد خاصی استفاده میشه، باز توی استخوانی که خیلی دنس هست که میاد در واقع اون محل ترت های ایمپلنت رو ایجاد میکنه تا ایمپلنت من هرچه راحت تر بتونه در ناحیه قرار بگیره. بونتپ هم خیلی با سرعت آهسته، با سرعت سی مثلا حدوداً وارد میشه، یعنی سرعت شبیه سرعت ایمپلنت است، با تورک بالا با سرعت کم وارد میشه. به بونتپ ترت فورمر هم گفته میشه، جا باز میکنه برای ترت های ایمپلنت. در همه این مراحل استفاده از ایریگیشن بسیار اهمیت داره. نباید خیلی زیاد فشار بدیم، حتما باید با خنک کننده استفاده بکنیم و باید فضا بدیم، زمان بدیم تا استخوان ما داغ نشه، خنک بمونه در طی مراحل جراحیمون. بعدش شستشو میدیم و ایمپلنت رو اینسرت میکنیم که برای اینسرت کردن ایمپلنت هم باز در سیستم های مختلف متفاوت است، ولی دوست داریم که معمولا با یه تورک 25 30 35 این حدودها ایمپلنت رو وارد میکنیم. بعضی ایمپلنت ها مانت دارن که بعد از وارد کردن ایمپلنت باید مانتش رو خارج بکنیم و بعدش بهش بر اساس اون پرایمری استابیلیتی که داریم میایم و یا کاور اسکرو میبندیم و ایمپلنت رو دفن میکنیم در استخوان، و یا اینکه نه اگر پرایمری استابیلیتیمون خوب باشه میایم و هیلینگ اباتمنت رو روش میبندیم و جراحیمون یک مرحله‌ای میشه. اما در رابطه با هر کدام از تراکم‌های استخوان و توی هر کدوم باید چه مانورهایی رو موقع این پروتکل دریلینگ انجام بدیم. خب از استخوان دیوان شروع میکنم. استخوان دیوان و دیفور که دو سر طیف هستند سخت‌ترین استخوان‌ها برای جراحی هستند. بنابراین این دوتا خیلی اهمیت دارن. خب استخوان دیوان توی ظاهر به نظر میرسه که استخوان محکم هست، پس خیلی خوبه دریلینگ توش، ولی استخوان دیوان ممکنه که خیلی خطرناک باشه برای جراحی ما. برای اینکه خیلی دنس هست ممکن است که دریلینگ من باعث تولید حرارت و فشار زیاد بشه و نکروز استخوانی رو ایجاد بکنه. بنابراین من اینجا یکم زیاد دریل میکنم و باید کاری بکنم که ایمپلنتی که قرار میدم دچار تورک خیلی زیادی نشه و اگر تورک من زیاد باشه ممکنه که ایمپلنت رو برگردونم در خلاف جهت عقربه‌های ساعت چند بار، دوباره اینسرتش میکنم، دوباره خارجش میکنم، دوباره اینسرت میکنم تا اون استرس ها آزاد بشن. هرچند بهتره که با پروتکل دریلینگ توضیح خواهم داد از قبل حفره جوری فرم داده بشه که زیاد لازم نباشه ایمپلنت رو دستکاری بکنیم موقع قرار دادنشون. هر چقدر شما ایمپلنت رو دستکاری بکنید به پوشش سطحی ایمپلنت آسیب میزنید، احتمال اینکه ایمپلنتتون آلوده بشه با بزاق دهان با باکتری ها بیشتر داره میشه. مشکل دیگه ای که ما در استخوان دیوان داریم و این دیگه مشکل ما نیست، یعنی تقصیر جراح نیست، اینه که خونرسانی در استخوان دیوان ضعیف است.
عروق خونی کمی در داخلش وجود دارن. بنابراین بهتره که فلپ رو خیلی زیاد الیویت نکنیم تا اون خونرسانی پریوست رو از استخوان نگیریم. و همچنین هرچند توی استخوان دیوان ممکنه که شما به ظاهر به یک استابیلیتی اولیه خیلی زیادی برسین، ولی باز باید هیلینگ تایم زیادی بهش بدین، چون اون گیری که گرفتیم فقط یک گیر مکانیکی هست و اون خونرسانیش هنوز ضعیف است، برای اینکه واقعا ما سلول‌های زنده استخوانی رو در تماس با ایمپلنتمون داشته باشیم. حتما توی استخوان دیوان میایم و از بون تپ استفاده میکنیم تا تورک قرار دادن ایمپلنتمون خیلی زیاد نشه و جلوی اون پرشر نکروسیس یا نکروز فشاری رو بگیریم و ایمپلنتمون خیلی پسیو بدون فشار وارد اون حفره استئوتومی که ایجاد کردیم بشه و هیچ گونه فشاری ایجاد نشه. هر فشاری که شما ایجاد بکنید اون نیروها میتونه که حتی باعث ایجاد میکرو فرکچر در ساختار خود ایمپلنتتون بشه، مخصوصا در قدام مندیبل که استخوان باریک است. ممکنه بیایم از ایمپلنت‌های نرو، ایمپلنت‌های باریک استفاده بکنیم، از اون ورم استخوانمون دنس است. وقتی شما با طور که خیلی زیاد ایمپلنتتون رو وارد میکنید ممکنه یک استرس زیادی به ایمپلنتتون وارد بکنیم، بعداً ایمپلنتتون دچار فرکچر بشه. و حتما قبل از قرار دادن ایمپلنت هم شستشو بدین حفره رو تا اون بقایای استخوانی رو که در دریلینگ ایجاد شده خارج بکنین از حفره. برای اینکه اوورهیت ایجاد نشه حتما از دریل های نو و شارپ استفاده بکنید توی استخوان دیوان. به هیچ عنوان از دریل قدیمی و کهنه در این استخوان نباید استفاده کرد. ایریگیشن و شستشو رو زیاد میکنیم، حتی بهتره که اون سرم شستشومون رو از قبل داخل یخچال قرار داده باشیم تا موقع جراحی استخوانمون رو خیلی خنک بکنه، مخصوصا توی اون دریل های اول. بون دنسینگ اصطلاحاً انجام میدیم، یعنی با یه بار فشار دادن دریل رو تا ته نمیبریم داخل، آهسته و پیوسته با حرکت های بالا و پایین دریل رو وارد میکنیم، فرصت میدیم که اون مایع خنک کنندمون، اون مایع شستشو دهندمون وارد بشه و استخوان رو خنک بکنه. حتی بهتره که مکس بکنیم، بین دریل هامون 3 تا 5 ثانیه مکس بکنیم و یه ایریگیشن انجام بدیم و به مرور بیایم و قطر دریل ها رو افزایش بدیم. یهویی از یه قطر به قطر بالاتر نپریم و همه قطرها رو به ترتیب استفاده بکنیم. توی استخوان دیوان ما از سرعت دریلینگ بالا استفاده می‌کنیم، 2000 تا 2500، چون اگر سرعت دریلینگ من کم باشه خیلی طول میکشه دریلینگ من، مجبور میشم فشار زیادی وارد بکنم، این باعث حرارت زیاد میشه. ولی وقتی دریلینگ من سریع هست اتوماتیک فشار کمتری لازمه وارد بکنم و سریعتر هم این دریلینگ انجام میشه. هرچند باید همراه با بون دنسینگ حتما باید باشه. بون تپ رو حتما استفاده میکنم توی استخوان دیوان با حدود 25 CRPM که سرعت شبیه سرعت قرار دادن ایمپلنت است. ایریگیشن زیادی رو استفاده میکنم. بون دنسینگ رو حتما انجام میدم، جزو مراحل حیاتی من هست و ممکنه که حتی هر دریلم رو چند بارم استفاده بکنم تا یک مقدار ناحیه‌م رو اوورسایز بکنم. هرچند اگر از دریل های نو استفاده بکنم لازم هم نیست که هر دریل رو چند بار استفاده بکنیم. البته باید دقت بکنیم که دیگه از اونورم نیفتیم خیلی حفره رو گشاد بکنیم باز ایمپلنتمون استابیلیتی نداشته باشه. توی استخوان دیوان بهتره که به جای هند پیس بیایم ایمپلنت رو با هند رنچ یعنی به صورت دستی وارد بکنیم تا کنترل بیشتری روی کار داشته باشیم و همچنین اون هند پیسمون هم خراب نشه در واقع، چون استخوان دیوان قاتل هند پیس های ما خواهد بود به علت تورک زیاد. توی رچل دستی ما بیشتر کنترل داریم توی اون فشاری که وارد میکنیم، هرچند تورک کلا نباید زیاد باشه حتی با دستی. اگر تورک زیاد بود باید برگردیم و حالا ایمپلنت رو یا کانتر سینک میکنیم، دوباره اینسرت میکنیم، یا ممکنه که کلا ایمپلنت رو خارج بکنیم و فاینال دریل رو دوباره استفاده بکنیم. در این تصویر شما دارین دوباره این ترتیب دریل ها رو میبینیم. پس اول میام پایلوت دریل یا اون تویست دریل اولم رو استفاده میکنم که قطر 1.5 میلیمتری داره و
فرض بکنید که میخوام یک ایمپلنت مثلا 10 میلیمتری رو قرار بدم. اون پایلوت ریل اولم رو 8 میلیمتر وارد میکنم. بعد با پارالل پین جهتم رو چک میکنم. بعدش تویست ریل هامو به ترتیب استفاده میکنم. قطر 2 و 4، بعد قطر 3، بعد قطر 3.5 تا در نهایت میرسم به فاینال دریلم که مثلا یک فاینال دریل 4 و 3 هست. بعدش تپینگم رو انجام میدم، تپینگ 4 و 3، و ایمپلنتم رو اینسرت میکنم. حالا توی استخوان دیوان نیازی نیست که ایمپلنت رو خیلی دفن بکنیم در داخل استخوان، ولی حالا توی استخوان‌های دانسیته‌های بعدی میگم که توی استخوان‌هایی که دانسیته‌شون ضعیفه ما ایمپلنت رو یک مقدار دیپ قرار میدیم، ولی توی استخوان دیوان نیازی نیست. تو دانسیته بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم استخوان D2 هست. استخوان D2 شاید بتونیم بگیم که ایدئال ترین استخوان هست برای قرار دادن ایمپلنت و هیچ گونه دیسادوانتیجی نداره اگر پروتکل دریلینگ ما درست انجام بشه. بهترین اینترفیس ایمپلنت با استخوان رو در استخوان D2 ما داریم. اوستو اینتگریشنش خیلی قابل پیش بینی هست، تیپ استخوان ایدئالی هست. اکثر شرکت هامون پروسه دریلینگشون رو، گایدلاین هاشون رو بر اساس استخوان D2 تقسیم بندی میکنن. حس لامسش هم شبیه یک چوب صنوبر یا کاج هست، یعنی یه چوب نرم، در این حال که حالت چوبی داره، حالت پلاستیکی نداره. چوب خیلی سفت و محکمی هم انگار نیست. استخوان D2 شبیه استخوان D1 هست از نظر توالی جراحی ما، توالی دریلینگ ما، با این تفاوت که بون تپ نیازی نداریم درش، چون درون حتم دنس نیست. سرعت دریلینگ ما اینجا هم بین 2000 تا 2500 RPM هست، یعنی با سرعت بالا دریل میکنیم. بون تپ معمولا نیازی نداریم اگر استخوان ما D2 باشه. ایریگیشن اینجا هم حتما انجام میدیم. بون دنسینگ اینجا هم خیلی اهمیت داره. دریل کانترسینگ یا کرستالم رو اینجا هم استفاده میکنم و قرار دادن ایمپلنت رو قرار دادن ایمپلنت رو میتونم اینجا با هند پیس هم انجام بدم، با رنچ دستی هم انجام بدم، فرقی نداره. معمولا موقع قرار دادن ایمپلنت ما شستشوی دستگاه رو قطع میکنیم. چرا قطع میکنیم؟ چون یهویی ممکنه موقع قرار دادن ایمپلنت مریض مثلا این مایع شستشو دهنده تو گلوش جمع بشه، بخواد دهانش رو ببنده که این آب اضافه رو ببله و ایمپلنت رو آلوده بکنه یا از محور خارج بکنه. و همچنین شستشوی زیاد ممکنه پوشش سطحی ایمپلنت من رو بشوره و از بین ببره. باز باید نگاه بکنیم به گایدلاین شرکت. بعضی کارخونه ها، بعضی سطوح ایمپلنت میگن یک کوچولو خیس کردن سطح ایمپلنت با خون یا سرم شستشو میتونه که مفید باشه، حالت هیدروفیل درش ایجاد بکنه. ولی ممکن هم هست که شما کلا شستشوتون رو قطع بکنید موقع قرار دادن ایمپلنت. در اینجا پروتکل جراحی D2 رو میبینیم. باز پایلوت ریل اولم استفاده میکنم، با پارالل پین چک میکنم، تویست ریلمو به ترتیب میرم، فاینال دریلمو میرم. بون تپ رو ولی در این پروتکل جراحی من ندارم، ولی دریل کانترسینگ یا دریل کرستال رو در استخوان D1 و D2 در هر دو من میتونم که داشته باشم. استخوان بعدی استخوان D3 هست. استخوان D3 رو ما معمولا در فک بالا مشاهده میکنیم. استخوان D3 هم استخوان خوبی هست. بعد از استخوان D2 بهترین استخوان D3 هست، ولی خب به اندازه D2 خوب نیست. اینجا BIC یا بون ایمپلنت کانتکت من تقریبا 50% هست، یعنی بعدن که ایمپلنت اوستو اینتگره میشه میان در مقاطع هیستولوژیک بررسی میکنن، میبینن که 50% سطح ایمپلنت با سلول های استخوانی تماس پیدا کرده. هرچند این BIC هم برای ما قابل قبول هست. توی استخوان D3 من مدت زمان هیلینگ بیشتری رو باید بدم به استخوانم. ممکنه تعداد ایمپلنت بیشتری رو استفاده بکنم. مثلا وقتی که استخوان من D2 هست، مثلا توی ناحیه دندان 4 و دندان 6 ایمپلنتم رو میذارم، 5 پونتیک میشه. ولی مثلا توی استخوان D3
حالا اگر شک داشته باشم بهتره که 5 رو هم شاید ایمپلنت بذارم، بهتر باشه، یا از ایمپلنت های با قطر یا طول بیشتر استفاده بکنم. توی استخوان دیسه نباید دیگه خیلی با دریل ها بازی بکنیم. خیلی از دریل ها استفاده بکنید استئوتومیتون خیلی گشاد میشه و ایمپلنتتون اون پرایمری استابیلیتی یا ثبات اولیه‌اش رو از دست میده. یک شانس دارین برای گشاد کردن استئوتومیتون. و کانترسینگ هم استفاده نمی کنم توی دیسه ترجیحاً، چون نمیخوام استخوان کورتیکالم رو از دست بدم، چون این استخوان کورتیکال من قراره پرایمری استابیلیتی ایمپلنت من رو تامین بکنم و باید دقت بکنم که موقع هیلینگ هم اوورلود نشه. توی استخوان دیسه ممکن است که از فاینال دریلم کلا استفاده نکنم، فاینال دریلم رو بذارم کنار، یا اینکه از دریل های اوسو دنسیفیکیشن استفاده بکنم که بهشون فرسای دنسا گفته میشه که توی یه ویدیو دیگه اونها رو توضیح دادم. یا اینکه ممکنه شما برای اوسو دنسیفیکیشن بیاین از استوتوم استفاده بکنید، همون استوتوم هایی که برای سینوس لیفت بسته استفاده میشن. سرعت دریلینگ توی استخوان دیسه که نرمتر هست کمتره، 1000 تا 2500 کفایت میکنه، هرچند سرعت دریلینگ کلا توی استخوان‌های نرمتر خیلی مهم نیست، ولی میتونین از یه سرعت کمتری استفاده بکنین. فاینال دریل رو معمولا استفاده نمی کنم، بون تپ لازم نیست، دریل کانترسینگ هم نیازی نیست، ایریگیشن هم رو باز انجام میدم و قرار دادن ایمپلنت رو هم با هند پیس انجام میدم. اینجا اتفاقا نمیایم دیگه دستی ایمپلنت رو قرار بدیم، بهتر است هند پیس استفاده بکنیم مگر اینکه دستتون خیلی ماهر باشه، وگرنه اگر دستی بخوایم فشار بدیم ممکنه که ایمپلنت هل داده بشه به سمت فیشیال، به یه جایی که استخوان دانسیتش کمتره. ولی با هند پیس چون نیرو مشخص هست خیلی هلش نمیده به این ور اون ور، پس توی استخوان‌های نرمتر بهتره که ایمپلنت رو حتما با هند پیس وارد بکنیم. در این تصویرم پروتکل جراحی ایمپلنت رو در استخوان دیسه داریم مشاهده میکنیم که به چه صورتی هست. توی دیسه دیگه ما خیلی بوندنسینگ نداریم، حتی شاید دریل پرس انجام میدیم، یعنی میتونید دریلتون رو فشار بدید تا در جهت درست وارد بشه، چون فضاهای مغز استخوان اینجا بزرگ هستن ممکنه دریل ما سر بخوره به این ور اون ور که باید بهش دقت بکنیم. باز اون تویست دریل یا پایلوت دریل اولمو میرم با پارالل پین جهتمو چک میکنم، تویست دریل های بعدیمو میرم ولی فاینال دریل استفاده نمیکنم، بون تپ استفاده نمیکنم، کانترسینگ استفاده نمیکنم، آچار دستی استفاده نمیکنم، ایمپلنتم رو با هند پیس قرار میدم. در این صورت میتونم که در استخوان دیسه هم موفق باشم. بعدش میرسم به استخوان دی4. استخوان دی4 هم مثل دیوان سخت جراحیش، یعنی باید دقت بکنین که دارین چی کار میکنین. استخوان کورتیکال رو ما در استخوان دی4 نداریم یا خیلی کم هست، معمولا در نواحی خلف فک بالا دیده میشه توی افرادی که طولانی مدت دندانشون رو از دست دادن و اون قسمت کورتیکال هم تحلیل رفته، از بین رفته، یا زمانی که ما آگمنت کردیم استخوان رو یا اخیراً سینوس لیفت انجام دادیم که استخوان ما شبیه استایروفومه، شبیه پلاستیک فشرده هست دیگه، اون حالت چوبی رو برای ما نداره که باید به این مسائل دقت بکنیم. در این استخوان بهتره که از تعداد ایمپلنت بیشتر با ترت های خشن‌تر، یعنی ترت های عمیق‌تر، قطر بیشتر، طول بیشتر استفاده بکنیم و اون حفره‌ای که ایجاد میکنیم بعد از طول ایمپلنت، باید از قطر ایمپلنت کوچیک‌تر باشه، حتی از طولش هم کوچیک‌تر باشه، آندر سایز باشه تا ایمپلنت ما یک مقدار با فشار در اون حفره قرار بگیره تا استابیلیتی و ثبات اولیه رو داشته باشه. که چه خوبه که توی این استخوان دی4 کلا بیایم از فرسای اوسو دنسیفیکیشن استفاده بکنیم، چون دانسیته استخوان ما اینجا کم است. در واقع من باید بیام سطح تماس ایمپلنتم رو زیاد بکنم که این رو من باید از قبل بدونم و به بیمارم توضیح داده باشم، موقع جراحی آماده باشم. پس ایمپلنتم رو خیلی ایدئال قرار میدم. توی افرادی که پارافانکشن دارن باید تعداد ایمپلنتم رو زیاد بکنم.
قطر ایمپلنتم رو زیاد بکنم، سطح تماس ایمپلنتم هم از نظر میکرو دیزاین هم از نظر ماکرو دیزاین بهتر باشه. همه اینها ماکرو دیزاین، میکرو دیزاین، تریت های ایمپلنت رو در ویدیوهای دیگری توضیح دادم که میتونید در همین کانال یوتیوب اونها رو نگاه بکنید. پس برای استخوان دیفور من میام آندر پرپ میکنم، از اوستودنسیفیکیشن استفاده میکنم. سرعت دریلینگم لازم نیست خیلی زیاد باشه، سرعت 1000 دور بر 1000 کفایت میکنه برای من. کلا سرعت زیاد مهم نیست وقتی استخوان نرمه. ایریگیشن هم حتما انجام میدم، مخصوصا توی فرزای اوستودنسیفیکیشن ایریگیشن خیلی اهمیت داره. شاید فکر بکنید که اینجا استخوان نرمه ایریگیشن خیلی مهم نیست، نه اینجام ایریگیشن خیلی اهمیت داره. چرا توی اوستودنسیفیکیشن هم ایریگیشن مهمه؟ این رو در ویدیوهای اوستودنسیفیکیشن کامل توضیح دادم. ولی خب بوندنسینگ اینجا نیازی نداریم، خیلی لازم نیست با فرزامون بازی کنیم، چون هر چقدر طولانی زیاد استفاده بکنید اوستوتومیتون رو دارین بزرگ میکنین. قرار دادن این پلنتم رو حتما با هند پیس انجام میدم، اصلا از آچار دستی استفاده نمی کنم، چون ممکنه فشار دست من جهت این پلنتم رو تغییر بده و این پلنتم اشتباه وارد بشه. در این تصویر هم پروتکل جراحی این پلنت رو در استخوان دیفور داریم میبینین. اول تویست ریل یا پایلوت ریل هم استفاده میکنم، 1.5 میلیمتری پارالل پین چک میکنم، فوقش یه تویست ریل دیگه میرم، دیگه بقیه مراحل رو یا با استوتوم که همراه با چکش استفاده میشه انجام میدم، یا از اون بهتره که بیام از فرستای اوستودنسیفیکیشن استفاده بکنم که اون حالت چکش زدن و اینا رو هم نداره که برای مریض آزاردهنده باشه، و بعدش ایمپلنتم رو قرار میدم. توی استخوان دیفور بهتره که ایمپلنت رو یک مقدار دیپ قرار بدیم. توی استخوان D2 هم سطح کرست قرار میدیم، توی D3 و D4 یک مقدار دیپ بهتره که ایمپلنت رو قرار بدیم تا در واقع پرایمری استابیلیتی بهتری رو ازش داشته باشیم، چون به هر حال استخوان ما دانسیتش کمه، احتمال اینکه یک مقدار ریزورب بشه هم هست. در این جدول جمع‌بندی کرده همه این مسائل رو. پس استخوان D1 رو من اکثرا در قدام مندیبل میبینم، شبیه چوب بلوط یا افرا هست، همه دریل هامو استفاده میکنم، بون تپم رو استفاده میکنم، با سرعت بالا دریل میکنم، بون دنسینگ انجام میدم، این پلنتم رو هم سطح کرست استخوان قرار میدم. حالا اینجا گفته یکم بالاتر از کرست استخوانم میتونین قرار بدین که به نظر درست نمیاد، چرا باید ترد این پلنتم رو اکسپوز بذارم به محیط دهان، اما شما هم سطح کرست در نظر بگیرید. قرار دادن این پلنت رو با رچت دستی انجام میدم، چرا؟ تا هند پیسم خراب نشه. زمان هیلینگ بهش 3-4 ماه زمان میدم. استخوان D2 رو من در قدام مندیبل، خلف مندیبل و قدام ماکسیلا دارم. حس شبیه چوب صنوبر یا کاج سفید هست. همه دریل ها رو استفاده می کنم. بونتپ معمولا لازم نیست. سرعت دریلینگ هم باز زیاده. بوندنسینگ انجام میدم. هم سطح کرست استخوان ایمپلنتم رو قرار میدم، لازم نیست دیپش بکنم. برای قرار دادن ایمپلنتم میتونم از هند رچت یا هند پیسم استفاده بکنم. یه زمان هیلینگ 4 ماهه هم توصیه میشه. استخوان D3 رو من در خلف مندیبل یا قدام ماکسیلا دارم، شبیه چوب بالسا هست. همه دریل هامو استفاده میکنم به جز آخرین دریلم. البته بونتپ و کانترسینگ هم استفاده نمیشه. سرعت دریلینگ هم کمتره. ایمپلنت هم یه کوچولو بهتره که دیپ قرار داده بشه. با هند پیس قرار میدم، دستی قرار نمیدم ایمپلنت رو، چون فشار دستم میتونه جهت ایمپلنت رو منحرف بکنه. زمان هیلینگ بیشتر میدم، 4 تا 5 ماه. استخوان D4 در خلف ماکسیلا هست، شبیه یک پلاستیک فشرده هست، استایروفوم. فقط 1-2 تا دریل استفاده میکنم. بعدش از استوتوم یا فرسای اوستودنسیفیکیشن استفاده میکنم. سرعت دریلینگ هم کمه. ایمپلنت رو یک مقدار دیپ میکنم و حتما از هند پیس برای قرار دادن ایمپلنت استفاده میکنم و زمان هیلینگ هم 5 تا 6 ماه هست. ایدئال ترین استخوان D2 هست. مثلا استخوان D2 تقریبا میتونیم بگیم که از استخوان D3 2 برابر قوی تر هست و یا استخوان D1 از استخوان D4 10 برابر قوی تر هست. حالا این زمانهای هیلینگ توصیه شده یه چیزای کلی هستن. الان سیستم‌های ایمپلنتی وجود دارن که خصوصیات سطحیشون خیلی بهبود پیدا کرده.
زمان هیلینگ ما ممکنه خیلی کم باشه، در حد 1 تا 2 ماه باشه. حتی ممکن است که ما بتونیم ایمیدیت لودشون بکنیم. ولی حتما باید بیمارتون رو در نظر بگیرین که آیا پارافانکشن داره یا نه، دانسیته استخوانتون به چه صورت هست، ایمپلنتتون به چه صورتی بوده، توی جراحی آیا شما تونستین واقعا یک درینگ ایدئال رو انجام بدین یا نه، به چه پرایمری استابیلیتی، به چه تورکی رسیدین، چه تعداد ایمپلنتی رو دارین استفاده میکنین، آیا استخوان ما قبلا جی بی آر شده، قبلا سینوس لیفت شده، نشده، ارزش به چه صورت هست. همه اینها بسیار اهمیت داره و همه اینها در کنار هم قرار میگیره. حالا تو این ویدیو ما اومدیم و اون دانسیته استخوان رو بیشتر بررسی کردیم که خیلی هم فاکتور مهمی هست، ولی فاکتورهای خیلی زیادی وجود دارن که باید همشون رو موقع جراحی در نظر بگیرید. وگرنه یک کوچولو بی‌دقتی بکنید پرایمری استابیلیتیتون از دست میره، یا اینکه ایمپلنتتون وسط گیر میکنه دیگه، حتی ممکنه نه بیاد بیرون نه بره داخل، با کامپلیکیشن های زیادی مواجه بشین، ایمپلنتتون رو با تورک زیاد وارد بکنید، نکروز در ناحیه ایجاد بکنید که درست کردن این فیلر هم خیلی سخت میشه. از توجهتون خیلی ممنونم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشم که نظراتتون رو، سوالاتتون رو، تجربیاتتون رو توی کامنت ها برام به اشتراک بذارین. از توجهتون خیلی ممنونم.